مهمان این هفته شما مازیار بهاری است. آقای بهاری روزنامه‌نگار، فیلمساز و مدیر سردبیر وبسایت ایران وایر است. پلیتیک. خیلی خوش آمدید به پلیتیک این هفته. خیلی ممنون. شما یه فیلمی جدیداً ساختید به نام شمعی روشن کن که در مورد وضعیت بهایی‌ها در ایران. چرا رفتید سراغ بهایی‌ها؟ ببینید، به نظر من وضعیت بهایی‌ها، اون چیزی که بر سر بهایی‌ها میاد، نظر حکومت در مورد بهایی‌ها به یک صورتی دماسنج وضعیت ایرانه، اتفاقاتی که در ایران میفته. یعنی شما وقتی که میبینید حکومت، نظام، حاکمیت ها رو هر چی اسمشو بذاریم یک مقدار احساس عدم امنیت میکنه، فشار رو بر بهایی‌ها میذاره. وقتی که گروهی در حاکمیت احساس عدم امنیت میکنه و میخوان فشار بذارن روی گروهی دیگه از حاکمیت، باز روی بهایی‌ها فشار میذارن. وقتی که گروهی از حاکمیت اصلاح طلب میشن و میخوان که حقوق شهروندی مردم به رسمیت بشناسن، میرن سراغ بهایی‌ها و حقوق شهروندی بهایی‌ها رو به رسمیت میشناسن. به طور کلی میشه گفتش که بهایی‌ها یک جورایی اسمشون و خودشون به مدرنیسم در ایران گره خورده. به یه نوعی کسایی که با مدرنیسم مخالف هم، مثل آقای مصباح یزدی و طرفداران ایشون، با بهایی‌ها هم مخالفن. حالا از اینکه بیشتر راجع به این فیلم صحبت کنیم، شما بهایی هستین؟ نه خیر، من بهایی نیستم. پدرتون، مادرتون؟ نه پدرم بهایی، نه مادرم بهایی، نه زنم بهایی. هیچ کدوم از فک و فامیل ما بهایی نیستن. و حتی من بدونم بگم که من مثلا تا 10-15 سال پیش به اون صورت با بهایی‌ها رفت و آمد نداشتم. پس چرا راجع به بهایی‌ها فیلم ساختین؟ همون که گفتم، به خاطر اینه که وضعیتشون، بله، وضعیت کلی ایران رو نشون میده. در مورد یهودیان فیلم می‌سازین؟ من ساختم در مورد یهودی‌ها، 2 تا فیلم در مورد یهودی‌ها، هم در مورد هولوکاست ساختم، هم در مورد همجنسگراها. چی؟ در مورد همجنسگراها هم می‌سازم، در مورد درویشان. من تمام موارد رو می‌سازم دیگه، سوال از من نکنید. فوتبالیستا می‌سازم. آره. در مورد منم می‌سازی فیلم؟ در مورد منم شما تو اقلیتم. حتما. تو اونایی که گفتی تو کدوم گروه هستی خودت؟ حالا اونو بعد دیگه صحبت کنیم. خب آقای بهاری، خیلی شما فامیلیت هم نزدیک به بهایی، بر همین شاید بعضیا دچار این چیز بشن که نکنه شما بهایی هستین. برای من سوال پرسیدم از شما. برای اون بعضیا فرق نمیکنه، فامیلیم اسلامی هم بود میگفتن بهایی. چند نفر بهایی داریم در ایران؟ دقیقاً نمیتونم، ولی یه چیزی حدود 300-400 هزار نفر، چون فکر میکنم که آمار رسمی موجود نباشه. ولی من خیلی کوتاه میخوام راجع به این صحبت بکنم که به من بگید که این 300-400 هزار نفر، حالا نمیدونم که دقیق، شما گفتین که دقیق نمیدونید، از چه چیزایی محرومند؟ یعنی از حق تحصیل محرومند؟ از حق تحصیل دانشگاهی محروم هستند، یعنی و حق تدریس دانشگاهی هم محروم هستند. نمیتونن شغلای دولتی داشته باشن، نمیتونند. ببینید، هر جایی که به طور خلاصه بخوایم بگیم، هر جایی که شما باید دینتون رو ذکر بکنید توی فرمش که اسلام، مسیحیت، زرتشتی یا یهودی هست، محروم هستن. چون بهایی ها باید یه چیز دیگه بنویسن بهایی. و بهایی ها برعکس شیعیان به تقیه اعتقاد ندارن، یعنی دروغ نمیتونن بگن برای حفظ منافع خودشون. چرا فکر میکنین که حکومت جمهوری اسلامی با دیانت بهایی مشکل داره الان؟ آدمای یعنی کسانی هستن که دوستان ما دور و برمون، دوستان بهایی که ما داریم، خیلی آدم‌های آروم، بی‌آزار، بخشنده و اینقدری که ما از آدمایی که بهایی نیستن مثل خودم آزار اذیت دیدیم، از بهایی‌ها هیچ وقت من شخصا نه توهین شدم. دقیقاً به همین دلیل چون حکومت جمهوری اسلامی، چون حکومت خشنیه، در حقیقت حکومت ایدئولوژی و دوگمیه، خیلی راحت میتونه با مخالفای خودش که دوگم، خشن و
خصلت‌های خودش رو داشته باشن مقابله بکنه. و ما دیدیم که گروه‌هایی که مسلحانه با جمهوری اسلامی مقابله کردن خیلی راحت قلقم شدن، نه تنها از طریق حکومت بلکه مقبولیتشون رو بین مردم هم از دست دادن. منتها بهایی‌ها با تمام فشارهایی که روشون بوده در این 33 ساله همیشه طرفدار مسالمت بودن، طرفدار در حقیقت نافرمانی مدنی بودن. این تهدید حساب میشه. این تهدید حساب میشه چون حکومت جمهوری اسلامی نمیدونه با این چجوری مقابله بکنه. حکومت جمهوری اسلامی، من خودم چون تو زندان در مورد بهایی‌ها با بازجو صحبت می‌کردم، میگفتش که این بهایی‌ها تظاهر میکنن که آدمای خوبی هستن چون بقیه رو بهایی بکنن. میدونید؟ یعنی همچین فکری دارن که بهایی‌ها آدمای خوبی به ذات نیستند، اما تظاهر میکنند که آدمای خوبی هستند. یعنی شما با این طرز تفکر واقعا نمیتونید با یک موضوع کنار بیاید. اما چیزی که من میتونم بگم اینه که خوشبختانه عامه مردم حتی از قبل از انقلاب نظرشون نسبت به بهایی‌ها بهتر شده. یعنی قبل از انقلاب من چیزی که از بهایی‌های ایرانی میشنوم، بهایی‌ها اونقدر با اقبال مردم مواجه نبودن که الان هستن. شما در مورد اعترافات اجباری فیلم ساختین، در مورد کودتای 28 مرداد فیلم ساختین، در مورد یهودی‌ها گفتین فیلم ساختین. پروژه بعدیتون چیه؟ ببینید، من 12 سال در ایران کار میکردم به عنوان فیلمساز و خبرنگار و یک سری خطوط قرمز حکومت رو رعایت میکردم. خب یه سری هم رعایت نمیکردم، اما خطوط قرمز اصلی رو رعایت میکردم و مثلا در مورد بهایی‌ها فیلم نساختم، کاری نکردم، چون میدونستم اگر کاری بکنم آخرین کار من در ایران خواهد بود. بنابراین میتونم بگم که شاید یک سری موضوعها برای من عقده شدند و من دوست دارم که در مورد اون موضوعها کار بکنم. یکی از اون موارد رابطه ایران و اسرائیل بود که من در اون مورد یه فیلم ساختم. یکی دیگه اعترافات اجباری بود که در مورد اون ساختم، در مورد بهایی‌ها ساختم و یک سری موضوعات دیگه هم هستن که خطوط قرمز در حقیقت نظام جمهوری اسلامی میشن و شما میتونید حدس بزنید که من در مورد اونا هم میسازم. و پس بینندگان ما میتونن تخیل خودشون به کار بندازن. برای بینندگان شما میتونن موضوعات قرمز ارائه بدن و براش من در خدمتشون هستم. کجا میتونن مردم ببینن این فیلمو؟ مردم میتونن توی سایت ایران بایر ببینن، میتونن در یوتیوب ببینن، میتونن در ویمیو ببینن. اگر روی اینترنت میتونن روی اینترنت چرا به شبکه‌های فارسی ندادین که پخش کنن؟ ببینید، در این 150 سال گذشته که دیانت بهایی شروع شد و به خصوص تو این 33 ساله اخیر تعداد حملات و نوع حملات به صورتی بوده که خیلی ها حتی از اینکه بخوان از حقوق بهایی ها دفاع کنن میترسن. یعنی با اینکه شاید سمپاتی داشته باشن نسبت به بهایی ها، شاید دوست داشته باشن که حقوق شهروندی اینا و حتی دوستای بهایی هم داشته باشن، اما اینکه به طور خیلی عام بتونن بیان بگن که ما از حقوق بهایی ها دفاع میکنیم، فکر میکنن که به بهایی بودن متهم میشن، فکر میکنن که به ضد اسلام بودن میتونن متهم بشن و میترسن که این کار رو انجام بدن. ولی ما دوست داشتیم که اینو در اختیارشون بذاریم و خودشون قبول نکردن. سوال آخر من اینه که این اسم شمعی روشن کن از کجا آمد و یعنی چی برای یک فیلمی با این مضمون؟ شمعی روشن کن همونطور که آخر فیلم هم می‌نویسیم بر اساس یک ضرب المثل چینیه که میگه تاریکی را نفرین نکن، شمعی روشن کن. یعنی موقعی که دوران سخت هستش، موقعی که دارید زجر می‌بینید، فقط زانوی غم بغل نگیر و نگو که من چقدر بدبخت بیچاره هستم. یک کاری بکن که یک مقداری این در حقیقت غمت کمتر بشه، تاریکی روشن‌تر بشه. خیلی ممنون، تشکر می‌کنم که برنامه این هفته